سلام، وقت بخیر. امیدوارم خوب باشین. چند روز پیش توی استوری اینستاگرام یه سوال پرسیدم که حالا جوابش رو پیدا کردم تقریبا و میخوام که در واقع با شما به اشتراک بذارم، چون یه سری ازم توی دایرکت خواستن که اگر که جوابی پیدا کردم باشون به اشتراک بذارم. اینی که من پرسیده بودم که چرا مثلا وقتی یه سری از مقالات به مقالات ما ارجاع میدن، چرا در واقع اون سایتیشنشون برامون توی پروفایل گوگل اسکولار نمیاد. البته بحث من بیشتر فعلا بحث گوگل اسکولار هست، چون که به هر حال توی اسکوپوس یا وب آف ساینس هم مثلا اون مقالاتی که ایندکس میشن سایتیشنشون میاد، ولی کلا توی گوگل پروفایل رو بیشتر گوگل اسکولار پروفایل مد نظرم هست و حالا یه سری جواب ها میتونم بگم پیدا کردم که حالا اونها رو تک تک باهاتون به اشتراک. البته من سوالم بیشتر در مورد مقالات فارسی بود، چون من دیدم یه سری مقالات فارسی به چند تا از کارهای من و همکارانم رفرنس داده بودن و اونا سایتیشنشو برای من توی گوگل اسکولار نیومده بود توی پروفایلم، یعنی هیچ ایمیلی دریافت نکردم، در حالی که دیدم اون مقاله ها واقعا رفرنس دادن. رفتم رفرنس درون متنی آخر متنیشون چک کردم و اتفاقی البته بهشون برخورده بودم. بخاطر بیشتر سوالم تو این زمینه بود، ولی خب حالا جوابی که پیدا کردم شاید کلا برای کسانی که مقالات انگلیسی هم به مقاله هاشون که انگلیسی بوده رفرنس دادن و سایتیشن هاشون براشون نیومده هم این در واقع حالا پاسخی که من پیدا کردم کاربردی باشه. در واقع حالا من پیدا کردم بحث اینه که کی اون مقاله به چاپ رسیده که به کار شما رفرنس داده، یعنی در واقع بحث پابلیکیشن دیت، چون که گوگل اسکولار مثل این که خیلی به سرعت این کار رو انجام نمیده. در واقع خب میگه اولویت بندی میکنه و خب از مقاله قدیمی شروع میکنه ایندکس، در واقع اون ایندکس کردن تا و نشون دادن تا مقالات جدید. به خاطر اگر که مثلا مقالات سال 2023 به کار شما شاید رفرنس داده باشن، براتون به سرعت در واقع شما اون رفرنس ها رو سایتیشن هاشو در واقع حالا امتیاز سایتیشنش رو توی پروفایل گوگل اسکولارتون نبینید. شاید مورد دوم که یه موردی هستش که مهمم شاید باشه اینه که من خوندم که نوشته بودن که اون مقالات، یعنی در واقع اون ژورنال باید مقالاتشو توی گوگل اسکولار ایندکس کنه. حالا نمیدونم ایندکس کردن فارسیش در واقع حالا اصطلاحش چی میشه، ولی خب میتونید ببینید یه وقتایی که اصلا اون کیفیت اون ژورنال هم مشخص است که مثلا کجا ایندکس میشه. حالا مثلا توی وب آف ساینس، توی اسکوپوس، توی مثلا گوگل اسکولار دیگه، حالا فکر کنم کم کمش دیگه حداقلش توی گوگل اسکولاره. وقتی خب این قطعا ایندکس شده باشه اون ژورنال، مقاله‌ای که اونجا چاپ میشه و به کار شما رفرنس داده بده، در واقع توی گوگل اسکولار شما هم مشخص میشه. مورد سوم در واقع سایتیشن سورس، منظور این هستش که خب اون مقاله به صورت درست، حالا دقیقاً گفته پراپرلی به شما سایت داده باشه. اگر که درست مقاله شما رو سایتیشن داده باشه، چه سایتیشن درون متن چه انتهای متن، در واقع گوگل اسکولار میتونه که در واقع چیز کنه، اونو نشون بده توی پروفایلش، مشخص بشه که در واقع به شما حتما سایت داده. پس باید اون مقاله حتما این کار رو کرده باشه، در واقع نویسنده و ژورنال هم خب چک کرده باشه ادیتوراش که سایتیشن ها درست باشن. یکی دیگه بحثی که هست اینه که بحث اوپن اکسس بودن اون مقالاته، چون که نوشته که در واقع گوگل اسکولار باید به فول تکس دسترسی داشته باشه که بتونه در واقع نشون بده اون سایتیشن که به مقاله شما داده شده. گفته بهتره که فول تکس باشه. اگر که فول تکس اون یعنی متن اصلی کامل باشه، سریعتر میتونه در واقع گوگل اسکولار پیدا کنه و خب اگر که مثلا اویلیبل نباشه مقدار سخت‌تره. بخاطر همین یه وقتای اون ژورنالایی که اوپن اکسس نیستن، مثلا افراد میان اون ورژن قبل از داوری، حالا پری پرینت ورژنش رو توی ریسرچ گیتشون میذارن، اون وقتا هم گوگل اسکولار میتونه از اون استفاده کنه و ببینه که آیا به مقاله شما سایت داده شده یا نه. بعدی که نگاه کردم بیشتر مربوط به در واقع خود نویسنده که گوگل اسکولار داره. یکی این که اول حتما باید چک کنید که خود پروفایلتون ستینگش درست باشه
و اینکه اون پابلیکیشن هایی که حالا در حال، چون میتونید توی گوگل اسکولار توی پروفایلتون هم منوالی دستی و همین که یه جایی که سرچ انجام میدین میاره مقالاتی که فکر میکنن در واقع شما هستین و میتونید روش انتخاب کنید که وارد پروفایلتون بشه. و این نکته دیگه گفته این که اگر که خواستید حالا دستی وارد کنید خودتون مقاله‌ای که چاپ کردین رو، حتما اون متا دیتاهاش رو چک کنید که نام نویسنده رو درست وارد کنید، پابلیکیشن دیت و ژورنالش و یا حالا کتابش و هر چیزی، یعنی اطلاعات درست رو خودتونم منوالی توی گوگل اسکولارتون وارد کنید که اگر که سایتیشنی به شما داده شد بتونه در واقع درست توی پروفایلتون نشون داده بشه. بعدی که در واقع بهش برخوردم اینه که حالا بحث کیفیت ژورنال گفتن یا حالا اون کنفرانس رو که مثلا اون سورس در واقع کیفیت داشته یا نه، یعنی در واقع اون ژورنال با کیفیتی بوده یا اینکه مثلا پری ریویو ژورنال بوده یعنی داوری بشه و اینا. و گفتن که اگه مثلا ژورنال مثلا خیلی اون سورس خیلی قابل اتکا نباشه، مثلا سایتیشناش توی گوگل اسکولار ممکنه دیده نشه، که بچه‌ها میگفتن شاید کیس مقالات ایرانی شکلی ژورنالای فارسی چون که مثلا حالا از نظر شاید اون سیستم گوگل اسکولار شناخته شده نیست اونها رو نیاره و ترجیحاً اونایی که مثلا مقالاتی که دی او آی دارن یعنی اون شناسه مقاله رو دارن اونا حتما نشون داده میشه توی در واقع سایتیشن گوگل اسکولار تو. شاید یکی از دلایلی که مقاله‌های فارسی اگه به شما سایت بدن مشخص نمیشه شاید چون که همشون دی او آی ندارن در واقع اون شناسه. خیلیای دیگه هم هیچکدوم از اینا رو درست ندونستن، گفتن که نه این موارد نیست و اینا. خب گوگل اسکولار یه الگوریتم خیلی خاصی داره و مثلا مقالاتی داشتن که همه اینا لحاظ شده ولی خب رعایت شده بوده توش، ولی یعنی شرایط رو داشته ولی تو گوگل اسکولار اون فرد نشون داده نشده، ولی مثلا توی اسکوپوس براش نشون داده بوده که مثلا با مقالش رفرنس داده بودن. به خاطر همین حالا این یکی از مواردی بود که من پیدا کردم، ولی حالا لینک این گفتگو که توی ریسرچ گیت یه نفر سوال پرسیده و خیلی جواب داده بودن و لینکش رو حتما پایین ویدیو میذارم اگر دوستشون بخونید یا اگر شما اطلاعات بیشتری داشتید میتونید در واقع به این پرسش و پاسخ ریسرچ گیت اضافهش کنید که بقیه هم استفاده کنن. خیلی ممنون، تا بعد، خدا نگهدار.